چی میشد اگه همین فردا مجبور بودیم زمین رو برای همیشه ترک کنیم و به مریخ بریم؟ زندگی روی سیاره سرخ اصلا شبیه فیلم‌های علمی تخیلی نیست. اولین چیزی که باهاش روبرو میشی جاذبه است. جاذبه مریخ فقط 38% زمینه. این یعنی میتونی مثل یک ابرقهرمان بپری، اما در عوض عضلات و استخوان‌هات به سرعت ضعیف میشن. برای زنده موندن باید ساعت‌ها ورزش‌های سنگین اجباری انجام بدی تا بدنت متلاشی نشه. مشکل بعدی، هوا برای تنفس وجود نداره. اتمسفر مریخ سمی و پر از دی اکسید کربونه. ما مجبوریم تمام عمرمون رو توی شهرهای گنبدی و زیر فشار مصنوعی بگذرونیم. بیرون از این گلخانه‌های انسانی، طوفان‌های شنی انتظارمون رو میکشن که گاهی کل سیاره رو برای ماه‌ها توی تاریکی مطلق فرو میبرن. اما بخش عجیبش اینجاست. بعد از چند نسل بدن انسان‌ها تغییر میکنه. مریخی‌های آینده احتمالاً قد بلندتر، با پوستی متفاوت برای مقابله با تشعشعات و چشم‌هایی حساس‌تر به نور ضعیف خواهند بود. در نهایت ما دیگه زمینی نیستیم. ما تبدیل به یک گونه کاملاً جدید میشیم که زمین براش فقط یک افسانه دوردست در کتاب‌های تاریخه. فکر می‌کنی طاقت تنهایی و سرمای منهای 60 درجه مریخ رو داری، یا همین زمین خودمون رو با تمام مشکلاتش ترجیح میدی؟